100 بار به تو گفتم ماشین وقتی میبری کار باش دیگه نرو تو خیابون دور کن اینجوری پر خاک بشه. این کادو بود. برو گمش خونه. بابا چرا بچه رو میزنی؟ به به داداش مبارک باشه. فقط میگم متین ماشین دخترونه نی؟ داش دخترونه چون اینو واسه نامزدم خریدم الهه. چطوره؟ 2 روز دیگه روز دختره ها. قشنگه؟ داشی قشنگیش که قشنگه ولی تو مطمئنی میخوای به یه دختر ماشین کادو بدی؟ آره چی میشه مگه؟ نامزدم ها. داداش البته به من ربطی نداره ولی از قدیم گفتن وقتی یه دیواری رو میسازی اول 4 تا لگد بهش بزن اگه نریخ اون موقع است که دیوار محکمه. من میگم لااقل قبل از اینکه این کادو رو بهش بدی برو یکم گوشت اخبازی در بیار. اگه هنوز پات موند و دوست داشت لااقل بعد کادو رو بهش بده. اینا حرفی داشت. من که از دوست داشتنش مطمئنم. حالا فردا یه فیلم بازی میکنم ازش. با تو دارم حرف میزنم همش در حال خوردن. من میگم این رابطه ما فکر نکنم به جای برسه. با تمومش کن. اوکی. همین؟ انتظار داشتی چیکار کنم؟ پاشم ازت تشکر کنم بغلتم بکنم؟ جالب شد. انگار از همون اولم دنبال همین فرصت بودی زود جدا شی. درست میگم؟ انقدر تو زندگیم درد کشیدم، تردم کردن که رفتن تو و اهمیت ندادن تو که میخوای بندازیش کردن من به هیچ جای زندگیم نباشی. هری